سلام بیننده عزیز، نگذار که آرزوهایت را بدزدند. دوری بجو از انسانهایی که تو را از هدف و آرزوهایت دور می نمایند. از همه بدترش آن است که نزدیکان و دوستانت به تو می گویند که نمی توانی، اما تو می توانی. در راه رسیدن به آرزوهایت نرم دل مباش. انسانهایی که هدف و آرزو ندارند اولین شده تو را دل سرد می کنند، اما تو قوی باش. این آرزوهای تویند، تو باید بشتابی، تو باید برای بهتر کردن زندگیت کوشش بکنی. ایستگاه تو هدف و آرزوهای تویند. تا رسیدن به هدف و آرزوهایت ایستگاه مجو. لازم است که داخل خود را بسازی و در بالای خود با شوق کار بکنی. به نمی شود و نمی توانم و نشد و زورم نرسید گودبای بگو، خداحافظ بگو. همیشه انسان‌های پیدا می شوند که تو را از راه دور کردن کوشش می کنند، اما تو گوش کن، با گوش دل مشنو. ای تاجیک، اگر تو خوردی دلت بزرگ است. حسود مباش، تو همیشه چیزی که میخواهی خواهی پیدا کرد. کوشش کن، باز کوشش کن. خدا حافظ.